دویم سوالم این بود که Asad امین اکن امین اینجا یک دختر قد شناسیدگی هستیم. اویلی من برای دختر میشناسن و اویلی و دختر میدوند که و مرا ناز میبیند من و یارو دوست میدارم خاص برای الله. ما میتوانیم که اکن تا وقتی که ولی پدر مادری او راضی نشده لیکن دختر اوجا خودش راضی ما میتوانیم که به می تلفن به می اس ام اس پروسه یا دیگه ما قطعی حال پرسی کنیم فهمیم یگان چی شده ایستاده است یگان چی نپریمیر یگان چی خیلی بیرون پوشیده براید همین چیزها رو کردن که چیزی زمین مادرم یا که خواهرم شاید میسیم. خاص برای الله نمیشد این محبت. این محبتی طبیعی هست. محبت خاص برای الله تعالی یعنی شما اعتقاد میکنید که الله تعالی فلانی را دوست میدارد، به همون خاطر اگر همون دوست دارید وای دوستداری به خاطر الله میشه. یعنی که دوست داشتنی زنه به خاطر الله گفته نمیشد غالبا، الا به خاطر الله همون وقت که مثلا دخترک بیزیب است لیکن حافظ قرآن است و تقوا هست، میگوید که من به خاطر الله همینه میگیرم، هیچ جاش برای من معقول نیست، فقط به خاطر الله که همین آدم حافظ قرآن است، همین آدم همین دختر مثلا طبق شریعت عمل میکند، مثلا یا چشمش نابینا هست لیکن حافظ قرآن است، انا اینه به خاطر الله گوید میشد، خوشرو نیست. اما یا دختره که طبیعتا دوست داشتید با اینه من به خاطر الله دوست میدارم گوید، این گپ خطا است. این مسئله اول. مسئله دوم، ناراضی های راضی کنیتون و نکاح کنیتون تیز دار وقت بیهوده نگذارونید. بله ضرورت به گپ زدن ممکن است، خاصتا در حضور محرمش، لیکن حرکت کنیتون مادامی که خانواده شما با خبر است رفته خواستگاری کرده راضی کنند. الله موفق کنند.